بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی منسوب است به شخص رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله و سلم که می‌فرماید استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، یعنی طلایت و سرمایه‌ات، مسیر رفتنت و عقیدت و مقصدت را بپوشان و مخفی کن. ممکن است این سخن حدیث حضرت نباشد، اما جمله حکیمانه است که این شعر در تشریح اون سروده شده است. هان شنیدستی حدیثی را که گفت، این سگان گنج خود باید نهفت. یک طلا دو راه خود سه مذهبت، شو مراقب این سه تا روز و شبت. ستر مذهب هم ذهاب و هم ذهب، معنیش را گفتم ای با ادب. انتساب این سخن بر مصطفی است، آن رسولی را که بر ما مقتداست. پس بپوشان هر ذهب یعنی طلا، تا نیاید زان جهت سویت بلا. نیک اگر احوال خود را بنگری، برتر از عمرت نباشد گوهری. دزد می ناید برای خار و خس، او تلاشش بهر گوهر هست و بس. عمر خود را مگذران با هر پلید، او بود خاری که بر جانت خلید. می برد او همچو دزدی مال تو، دزدیش عمرت بهین اموال تو. پس بپوشان راه خود را ای رفیق، تا نگردی از حسادت ها غریق. شر حاسد میرسد بر تو اگر، فاش کردی راز و سرت بر دگر. می نکن تشریح آن راه و مسیر، که انتخابش کرده ای خوش ضمیر. بدسرشتی را که می باشد حسود، باطن زشتش ضرر دارد نه سود. باطن و دلها به هم پیوسته اند، خوب و بد بر راه تو بنشسته اند. می رسد بر تو اثرهای نفوس، خوب یا بد می کند بر دل جلوس. گر مؤثر شد دعای نیمه شب، از زبان مؤمنی که در طلب. در مناجاتش بخواهد نعمتی، بر خودش یا دیگرانش رحمتی. پس بدان که این نفوس پرشرر، میزند بر جان پاکت صد ضرر. مذهب و مقصود خود پوشیده دار، از جمیع مردمان برتبار. بس بود دزد عقیده در جهان، دزد آرامش کزیشان الامان. بر مراد و مقصد خود میرسد، هر که از راز درونش دم نزد. مولوی گفتا که ای با عقل و هوش، این نصیحت را به جان و دل نیوش. چون که اسرارت نهان در دل شود، زان مرادت زودتر حاصل شود. بذر اگر افشانده شد روی زمین، شد خوراک هر پرنده بالیقین. تخم پنهان گشته در خاک عاقبت، شد درختی با ثمر در عافیت. در عجب گشته عزیز از این کلام، فهم خود زین جمله گفته در مقام.